به قرآن به خدا دروغ میگی. بابا نکنه بخور تو میتونی باید همشو بخوری. بخور ادامه بده پسر کم نیار بخور. با عشق و مهربانی خدمت شما. بابا بهتره رنگ دنیا چرا من خوبه دیگه مشکل چیه؟ نمیشه خورد. الان مشکل چیه تو به من بگو. من گفتم آلمانی میخوام چیه؟ آلمانی جهانیه دیگه. چچله کردن دیگه. دیگه خوشتیپ شدی. لباس رو کجا خریدی؟ بذار عکس ازت بگیرم. جایدان با جانیده به اشتباه میگه. جانیده. ایول. این صدا میبرم. نه مال این حرفا نیستی. من اصلا نمیدونم. مراد من برای چی کاپیتان شده؟ موسیانه دیوانه شده. چیکار داری میکنی؟ کیک داره بیدار میشه دهنم و سرویسه. پاچید همه تو بخند باشید من برم بیدارت کنم. جون مادرم دهنمو سرویس میکنه. سلام علیکم. خوبی شما؟ این چی؟ نه این سیسی که تو داری دقیقاً به من توضیح بده تو کجا؟ چی با کلاسیم بابا. چی؟ روب دوشام. دمت گرم. مرسی. ببین یه لحظه واسه من رفیقامو گفتم امروز اذیتشون نکنه. همه یوتیوبر خفننا. همه تاپنا. خب دیگه. مرسی. تو رو قرآن قسم به جون دوربین بگو اذیتشون نمی‌کنی زیاد. آقا اصلا من کار من نکردم دور سرت. فقط داشته باشین. چیکار کنم آقا؟ این چیه؟ تو من بگی توضیح اینو من همین الان میرم لای این صبح آب پرتقال نخورم خب نمی‌تونم. تو کی آب پرتقال خوردی تو این جلسه؟ آقا حالا ولش کن. آقا بچه‌ها رو من اینجا برای شما هممون ما قراره شما برای من آماده کردید. نه من برای شما آقا من غلط کنم آقا بگو چی دوست داری؟ آقا دم همتون گرم. این برنامه آقا گوش کن. اون کله قرمز کیه اون؟ کله قرمز نداریم مثلا همشون آبیه. آقا شما چقدر شیطونی؟ خدا وکیلی این یه چالشه. منم زیاد باهاتون کاری ندارم. هر کاری بگی برات میکنم به خدا. اینو من اینجا ببین. این چرا اینجوری بود؟ نه. چیکار کنیم آقا اینجوری که نمیشه با این وضعیت. تو بگو چیکار کنیم اومدیم خدمت. من البته کارام خیلی آسونه ولی فکر کنم نیاز به لباس کار داشته باشه. لباس بپوشیم. شما دستور بده هر وقت دستور بدی 1 2 3 میگم لباس عوض میشه. بریم. آقا 1 2 3 آقا اینم لباس کار. ایشی گلیا خدای تاپای یوتیوب فارسی اینجا وایسای داری آب پرتقال با حله میزنی. چی دهنت میکنم آب پرتقال بریز تو دهنت. بیا جلو. بیا جلو. ایوان آقا چرا حال میرم هست. ماشین چقدر کسی خودم میشورم واسه بیا من میبارم عقب بابا. گوش کن چیه این کله پس؟ فلیم جان که دمت گرم من کار دارم با تو. 4 نفر میخوایم برای شستن ماشین سامستو اکیپ علیزینا شرمنده‌تونم یه زحمت بکشید ماشین منو بشورید. قربونتون برم. آقا یه لحظه. شاهین یا فونی؟ شاهین 100%. آقا من میشه بیام تو کادر الان؟ نه آقا کینگ مال منه آقا. تو تازه پیدا کردی. کجا چنل مشترک بزنیم شینگلیز بزنیم این با همه تو کار مشترک بزنه چرا؟ شینگلیز آقا سلوالیز مگه یعنی اکیپ 7 8 نفر 6 تاییم 1 2 3 4 5 آقا من بچه‌ها چرا عقبی؟ ما شالو روسری کردیم با کینگ بریم اتاق. من تو کار نیستم اصلا. بابا منه. ببخشید. آقا دستمال نیاوردی؟ من یادشه آقا یه سوال نپرسم چرا باید شاهین رو بشوریم؟ اینو من بگی میرم استرالیا. قد شاهین. ببینم دستمال. وایس دستمال رو ببینم. بیا. آقا اینو بگیر. بده من. اینو بگیر. من تو اینجا. آقا وایس. این چیه؟ آقا تو آقا اونجوری توف چرا؟ از سقف ماشین. رو دوربینش نریزه. رو دوربینش از سقف اون دوربین نیستش که بابا. کی میخواد بریزم روش؟ من بیا نام بریز. عجلو شیشه عقب. نکن. چرا ریختی رو این بچه؟ بزنه. بابا میای بالا سر این بچه. صبر کن یه دقیقه. اینا چرا اینقدر شیطونه؟ حس می‌کنی؟ بعد اینو میریزی روش. بعد اینو میکنم. بپاش. قشنگ بپاش.
داره چی میشه؟ بریز قشنگ داداش وایسا بریز خود کف کنه بریز کف کنه قشنگ خب داری آب بگیری چجوری کف کنه بعد بسه این چرا داره میره بالا اون وارده شیشه این سانروف مهمه بیا علی اینو بگی بابا اینو بگیر سوال بپرسم بابا آقا تو چرا اینو پایین گرفتی باید سخت بگیری اصلا نباید بگیری اول باید بشورید بعد آقا این مگه اصلا ماشین ماه قشنگ همه جاشو دست بکش آقا این ماشین رضا این است درست بشور آقا بابا یعنی چی آقا مگه ما بیکار و علافیم این باچه خار چی میگه اینجا آقا شرمنده بسته دیگه بابا الان تو چرا الان فرض کن منم چی آقا فرض کن ماشین من آقا پرتقال نداره فلیم چان تو برو اونور یه آقا بگو چی بیا برو آقا ماشین رضا چرا آقا پرتقال چرا تو چه سر منی به خدا قسم برات کادو آوردم چین گل برای گل تو شیر بربسه خیار برو من خودم هستم بوسش جان مادرت بی خدایا من چه غلطی کردم یه بوسم کن انام بانوان انام خدا نمیخوای آقا راحتی همه چی اوکیه همه چی ردیفه آرامش همه چی خوبه اصلا میدونی ما داریم چیکار میکنیم من داشتم ماساژ کتفو داشتم عمل میکردم من میگم خب بچه‌ها بس دیگه کی لخ شو وای نه منظورم که نه ماساژ یه لخ شو ماساژ بعد بدیم آقا از تیم مه ماساژ برتران دو ماساژ اندونزیایی هستیم ماسورهامون هستن موسیم ماسور و نیما مالش من چی داداش تو تیم نیستی شما آقا من پسرشم انحصاری کار کن آقا من کی شما داداش تو هر جا خواستی تو بمان کیه منی من بابا تو کیه منی این پسر تو رفیق منی ایشو پسر منه من کیم زن من میشه من خاله شما موسی جان ندوا موسی منم موسی ماساژ نیما تکیدو ارباب میشه من شما رو فقط ماساژ بدم کلاینتمون اذیت داره میشه کلاینت آقا این چقدر که من دیدم با خودش من یادم نیما مشکل سیاتی بدید به من فقط از اینجا به پایین پا رو ماساژ بده بابا پا رو نشون پا منظورش پا بذار اینو در رپ آقا بزن کسافت روغن رو تاچی تو صورت من من حرفه‌ای ام بریز آخه ارباب میشه آخر سر به ما نمره بدین آره حتما به تو که خیلی حتما میدم ارباب من تو موسی جان کف پام یکم بابا تو لخ کردی با تو چیکار نیما جان کینگ داره برای مستر المپیا آماده میشه ببار درست دستا رو بنداز آقا ایشون تو تیم ما نیست آقا حواسم هست به اصلا من واسه خوش گرفته بمال گردن من عمل کردم بله آقا چه بوی خوبی داره میاد نکن الان دوست عزیز این سمت شما میزنی آسوشیت کینگ پرس میشه آسوشیت سمت راست گردنش پرس میاد یه کاری میشه نفهمید تخصصیه آقا همزمان با هم دست کینگ من چی میگی؟ آقا ماساژ جاییه که باید آرامش بگیری این چیه؟ انگور میخوام بزنم از منو آقا تکیدو سایه آرومتر نکن اینجوری بذار بیا تو دست تو بکش بخور بابا چرا اینقدر تو هواپیما یا قطار قاقان هواپیما قوق هواپیما پاشو برو بیرون بابا کینگ منه پاشو بگو بره بیرون پاشو بگو بره بیرون پاشو آقا کیشو دم در روغن بزن برو آقا من یه حرکتی میگم ستایی دستمون رو راحتی الان ستایی یه دست من یه دست تو یه تو دست زاویه 30 درجه باشه زاویه 30 درجه کین ولی جدا چه حسی دارید خیلی حال میده اینجا اوکیه نیما این چیه سیاتیک اینجا نی پایینه یادی که اینجاست بابا تو حوزه من چیکار میکنی تو؟ این مال منه اینجا مال منه جان حواست باشه اینا یکم آقا تو رو قرآن بریم سراغ بعد برو سراغ بریم بعدی تو رو قرآن بریم جان من بعدی بریم بعدی آقا بریم بعدی
مخلصیم. آقا خوش اومدی به مطبخ. خوش اومدی به مطبخ دربار. من ناچارتم. من ناچارم. غذا چی میگی؟ آقا من چرا نمیپرسید؟ تو اصلا چرا اینجایی؟ منم خدمتکارم. بیرون بابا برو بیرون. چی دوست به جز جوجه کباب بیرون. منم چی دوست داری برات؟ قرمه سبزی داریم آقا داریم اینجا داریم. نه نمیخواد بیا قیمه میتونی داریم آقا اینجا آقا وسیله بیا یه دقیقه چرا همه چی دارن؟ داریم آقا چی میخواد چی دوست داری؟ یه بیس قرمه سبزی. لازانیا میتونی درست کنی؟ من میگم یه بیسی بگو که با برنج و مرغ باشه. بیس یعنی مکان. یعنی نه دیدی آهنگ مثلا اون زیر آقا باید برم هست. چرا بچه دیدی به من اهمیت نمیدی؟ کی تا دیروز این پیازا رو خورد میکرد برا تو؟ کی تا دیروز مرغا رو مزه‌دار میکرد؟ چی؟ مادرت این کار رو انجام میده تو خونه. آقا ما بیاشون نه میگم مامان ایشون زن منه. زن تو میشه؟ زن من مامان من میشه؟ آقا یه دقیقه صبر. چی میل داری؟ کی ما اینجا براتون. بابا مگه به جز جوجه کباب چیز دیگه نه چه جوری مزه‌دار؟ چه جوری مزه‌دار؟ چه مزه‌ای میخواید؟ مکزیکی پیاز داریم. اول مکزیکی درست. مکزیکی. نه دیگه مکزیکی نه ما آقا پیازا رو بابا تو اینجا تو برو اونور من میام اینجا من برم اونور کی بال دوست داری که؟ من بیام اونجا بال پرسنی. باز این اومد برات پیتزا گرفتم. پیتزا از اینو رو ول آشپزخونه کن. ما براش باشه. پیتزا گرفتم. چرا هستی؟ پیتزا گرفتم. آقا بذار برو چای برات ریختم عشق کنی تو چه اضافه شدی به این جمعی که این کارا رو میکنن شیرین تلخ چای سبز تلخ میگن برای مفاصل و بچه مرغا شسته شده است نه دیگه ما اینش نه شده است نباید بشو این مرغ برنج یکی دم بذاره اوه عادی برنج خفش گریم گرفت آها اینجا قابلمه داره جوجه جا نمیشه تو چرا بابا اون فقط با مزه دار بچه میخوای من زنگ بزنم غذا بیارم تو چرا اصلا حرف ببخش چرا با من اینجوری هست بابا یه لحظه میگیره آقا اون ازش بگیر این بندنگوش بعد یه که نتونستی درست کنی اول من بشوری برنجو اول باید بشوری قابل نمیشورن دیگه خب بشور اول بریز کینگ به نظرت کافیه کمه داداش کمه میزنه مگه اتوبوس شب کرده کمه داداش این چی آقا اینو مزه‌دار شما بریز میشه من برنج اول آب پر کن کامل آره کامل بعد چنگ بزن من دارم بهش یاد میدم من دارم یاد میدم من به این یادم یاد میدم نمیدونم آقا این هم بزن آب ببند هم بزن چنگ بخور هم بزن چنگ بزن آقا همه دست تو حالی دست شیر برنج شد چنگ بزن چنگ نزن این چرا این رنگی شد حالا خالی کن چرا این رنگی شد آره دوباره بیا دوباره آب بریز دوباره بزن هادی بیا هادی بیا چنگ بزن رضا بیا حالا چنگ بزن هم بزن چنگ بزن رضا بیا هم بزن دست تو از دست من بیا رضا هم بزن رضا دست آقا دست منو ول کن دست منو گرفتی خب حالا این برنج شسته شده خب حالا نه باید 10 بار این کارو بکن 10 بار آره نه رضا آقا مگه میشه جای آشپزی باشه حرف از آشپزی باشه و آقامانی نباشه چرا زیاد شدیم ما آقا بیا اینجا وایسا پیاز اصل کار بابا بیا همه دست تو علی دست تو چیز علی برداری نه نذار دیگه تو نذار اون تو چرا من نذار تو راست گل کدومه رضا نمک داره چپ کن برو نکن خالی بازی برم خالی بازی هم بلد نیستی راست کن اینو برم برو اینو دبت گل نمک نریختم هادی اینجا چی شده آقا من تازه از دستشویی اومدم یعنی منظورم که دستت شستی منظورته دستشویی شستی نیما جان رضا رو ببین یاد بگیر رضا استاده حالت اجازه نگاه کن دقیقاً همین عرض منقل چقدره عرض منقل اینقدر دقیقاً ببین اینقدر من چیز کردم اینقدر یه دونه است یه دونه است به خدا نه من گرفتم من اندازه یه دونه است که با قبلی فرق داشت بیا یعنی من درست شد یه دونه است یه دونه است اندازش انقدر نیست نه آقا بریم تو رو قرآن مجید این آقا بیا بریم اونجا منقل آقا کینگ دورت بگردم ما منقل آماده کردیم بیاید بریم بزنیم بجا دارن سیخ تموم شده دیگه بریم آقا بریم بابا جوجه ها رو آوردم جوجه رو بگی اینو بده اینو بگی زغال بگی من مگه
سیخ نکردم. تو بی برو بیرون بابا، تو برو بیرون. زغال برای چی آوردی؟ گازیه. زغال نمیخواد. زغال نمیخواد. فندک داریم؟ فندک داریم. فندک بیار. آقا نه خار خرابه، مال بنی بود. مال بنی بود. ساحل زدی قشنگ دیگه الان. وقتی بابا میزنه دادا میزنی. تو چرا منو میزنی؟ چون چی حق به رفیق من دست نزن. منو بزن. آقا بیا تو رو خدا. چرا گفتی بزنته؟ تو چرا منو میزنی؟ تو چرا منو میزنی؟ تو چرا منو زدی؟ تو چرا آریانو تو چرا منو زدی؟ تو چرا منو چرا حواس کن. آقا یه دونه بوس بده. یه دونه بوس بده. خیلی نوکرم. آقا ما چیکار کنیم؟ چی دستور بده. سیخ کردی؟ بدون نمک زده. آقا اینو کی زده؟ بچسبون دهم. اب نداره. روی گاز. بله میذاریم رو گاز. آقا پادشاه برنج. آقا فرمان سر من سوال اینو بگیر. بله برو. این رو زمین افتاده. اینو کی میخوره؟ من. هادی از من. تو منو زدی؟ نه. زدی؟ نه. کیو زدی؟ به تو چه اینو منو زدی یا نزدی؟ آقا تو چرا هیچ چیزی نمیگی؟ تو گم شو دیگه. بچسبونید به هم. بچسب. سیخا رو. آها من نمک کم زدم. بابام کو؟ سایه نکن. بابام کو؟ سایه نکن. آقا اینجاست میگم نمک کم زدم. همین خواستم 100 هم. آقا بچسبید به هم. سایه سیخا رو میگم. آها باشه. امشب روسکله. روسکله. بیا یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم. برو بیرون دیگه بابا، تو دهن ما رو سرویس کردی. بیا تو بیرون. آقا بچسبونید به هم اونا رو. آقا سیخا رو دارم بابا میگم. سیخا رو میگه دیگه. سیخا گل از طرف من بود کی؟ دیدی سورپرایزی امشب اون واسه زغاله. بابا تو چه کار میکنی؟ بعد سایلو زدی تو. بابا با تو سایه چرا میزنی تو؟ بنی بزن بالا ما دست. اول بده به کینگ بزنه دیگه. باشه. بالا ما دست بزن دیگه. عشق میکنی همه حواسشون. بالا بزن. کینگ لب نزن، من پیشمریتم قبلش بخورم. یعنی چی پیشمرگ یعنی چی؟ شاید سمی کردنش. بالا رو. الان خب خورد. الان یعنی دهنی الان بخوره. دهنی تو رو بخوره. بخورم چیه اینجا؟ منو میزنی. چرا سهیل رو میزنی؟ آقا نون چرا گرفت؟ دست در نکنه نونا رو. برو حالا. دمت گرم. آقا تو چرا بال برو دیگه برو. من بخورم. میدید یه دونه تست کنیم یا نه؟ بله. بذار یه گاز بزنم سالم باشه. خوب بود؟ سالم. خب بده منم بخورم. میشه منم تست کنم؟ نمیخوام اینو بخورم. منم سالمه؟ آقا بستنیه. آقا چه کار خبره؟ کنم این سوسیس رو نشه. خونه بده منو. استخونه بده. نه مطمئن. استخون برای منه. استخون برای من بود. گلو میگیره بعد اینو بگی. اونو بده. اینو بگی سوسیسو بذار بیارم. اینو بده من. اینو بده من. بشین آقا بشین. بال به من بده. نه یه این کی اومدی شما؟ چجوری اومدی؟ اینا رو پختم. چجوری اینقدر 4 تا بال چرا خوردی؟ داری بال میخوری؟ تو چرا هیچ دایی چی؟ کینگ دورت بگرم یه گاز بزن. با این ول کنم نیست. خدا قسم از فلیم بیشتر دوست دارم. چرا من بیشتر؟ فلیم بیشتر دوست دارم. اون برش رقابت دارید با هم دیگه. کینگ بابا گم شو. داش دیگه داری درخت. فقط عشق تو. بال افتاد. گوش بال داره میخوره. نخوری اینو. بخور. به خاطر چی؟ به نظرت فلیم بیشتر دوست داره یا بابک؟ من بیشتر میخوای ثابت کنم؟ نمیخوای چه شده؟ بابا من دیوونه. فقط به خاطر سرده
سهیل 20 بده بپرم. 20 میلیون 20 میلیون 15 میدم بپر 15 میلیون میگیرم میپرم. 10 میدم 10 میدم 15 5 من میدم 3 چرا کمش میکنی؟ 5 بپر دیگه 5 تو میدی 10 یاره بیارم یه هول بده 15 5 بچه ها گوشیشو بده گوشی سالمه ولا افتاد چون که قبل از اثبات قیمت پرید پولی تعلق گرفت همون شما نظر راجعه چیه؟ تو من از پشت انداختی آره؟ نه این انداخت به من چرا 15 50 من از تو بالا یه خانم مهاتو سشایی به عشق من 10 بگی بپره. ببخشید هفت داری؟ حسین جان عشقم عزیزم یه لحظه این آقا داره شیکا پراش همه ریخت دورت بگردم کینگ به ما وظیفه برسیم به آقا کینگ بزرگ سنتی میخواد یا صنعتی بزنید. یه لحظه ببخشید این چیه این چیه شما هر چی بخوای ما برات می‌خونیم هر چی دوست داری بزن. چش هر چی دوست داری بزن. حسین فقط یه چیز نزن گریه کنیم جان من یه چیز سهیل من انقدر گریه کردم از دست این قبل اینکه نمیشه. اینو مثل نپذیرم اینو مثل دروغ میگی الانم اگه گریه هم گره ببخشید. نوکر از کی معذرت از چرا معذرت نوکرتون بریم آقا نکنه ما هم گریه بریم دلیل کم حرفیام بی خوابیام بی حالیام کسی نبوده جز تو واسه دست یه لحظه بس جونه مادر دیگه واقعی گریه نکن تا اینجا ویدیو فام بوده بابا گریه آقا یه ذره احساسش کم کن. حالا آقا دیگه اینقدر دستی نخون دیگه یه لحظه چی شد الان آخ چی بود الان گفتی عشق میکنم میزنم. برو صافت بیشور نکن ریختی اینجا رو نگاه همه پراش ریخت گفتی ها ریز بیا اون زیر دیگه داداش ایتیه چرا یه تار نداره برو بیا دو تاره؟ دو تاره بله. برو مگه سه تار نمید باشه؟ این دو تار خب بیاری نه برو دلیل کم حرفیام بی خوابیام بی حالیام کسی نبوده جز تو مگه میشه یادم بره اون که به زندگیم گره کور زده نیست کسی به جز تو به خدا منم دل دارم همه رو میبینی الا من به خدا منم درد میکشم اون که زیر پات چشما من یعنی میشه برگردی غرور تو له کنی برگردی یعنی میشه برگردی عشق همش درد بود یعنی باید ببینی میره از دور دلت نخواد ولی مجبورت میکنه به سوزی پای اون مخلوق یه بار دیگه با هم عشق همش درد بود یعنی باید ببینی میره از دور ولی مجبورت میکنه به سوزی آقا چرا ریتو خراب کرد آقا دارم بابا چی میگی تو فلان؟ کینگ عزیز و بزرگ تاج سر آقا هیچ نه یه لحظه این تو چرا سیس میگیری؟ امیر ایزه حال میده شاهزاده سهیل روش امروز برای تو به اینجا آمده ایم شمشیر رو شونه های دهن منو سرویس من دیگه نمیخوام آقا من بخونم تو بخون بابا من میخونم آقا صدا چه آهنگی بخونم رپ بخون یاس بخونم یاس بخون عجیب
دیگه هر دم از بیخ تو چشما دروغو میدیدم میزد در جا حضرت جیغ اصلا امیدم بمون یه درصدم نی جلومون بنبست تهشو بستن رام زیاده خطرناک که باریکه قلبم خاموشه هوا تاریکه من که دوست داشتم اصلا بات باریکه من دوست داشتم کردمش پابلیک منو قفلم تو ساعت غرق بوتن منو رو خوشش نیومد بابا با کینگ میخواد بخونه میشه باش یه ریزی آره های چرا که نه را داره؟ آره. چه کنم با دل بی سر و سامان چه کنم با دل بی پایان سوز داره خب بیت بعدی هیچ وقت بیت بعدی اینو نفهمیدیم چه کنم من آقا سر کن رضا آینه کو آقا همه رضا رو صدا کن 2 3 رضا چه کنم با دل بی سر و سامان چه کنم با غم بی پایان چه کنم من در کوی محبت شده ام آبری سرگردان چی کار داری شده ام سیر از دنیا منم نشیده موج مکزیکی برو 1 2 3 من از تو بریا بیدم از این برو همه باشیم آقا دم شما گرم مرسی میشه من آقا میخوام من آقا این چیه؟ این چی؟ اینا بیه فیکسه دوستان چرا اینجوری شدی تو؟ بخون سوهل بخون آقا من راست میگه همون لازم آقا بذار من بخون آقا من پشتتو لیف بده آقا میشه من بخونم؟ بخون بابا گناه داره بذار بخون آقا اجازه هست من بخونم آره داداش بخون این چیه؟ آقا این چیه اصلا؟ منم بخونم یه دونه من بخونم بذار من بخونم باید حس بگیر بخون آخه منم دل دارم همه رو میبینی الا من آخه منم پر میکشم اون که نمیبینن چشماتن میشه آخه برگردی غرورتو برگردی سوهل من تنها حمایتگرت بودم گوش سر کی همه رفتن چرا همه رفتن تو موندی و رضا و کی خدا من خوب آدمایی که برات میمونن همینا بابا پاشو بریم همون بشینیم پاشو بریم همون پدر منو کثیف کردی بابا تو میخوام لیفشو پدرتو کثیف میکنم فهمیدی با حمید الان چیکار داری آقا این چی یه با اینو بده بیرون اینو بده بیرون من برای پدر وایسا میوه درجه 1 صادراتی گرفتم الان میاد برو میوه رو بیار هادی موز فکرشم نمی‌کنم خیار انگورو چرا برات انگور صادراتی چرا 3 تا دون بده من بخور بده من اینو بسی بیا من یه دونه من یه دونه نده برو بالا کی پاتو بیار بده من یه چیز به من آقا ول کن ماساژ بذار ماساژ بدم نمیخواد ماساژ عزیز دل من بشورش سوهل داداش جانم عزیزم ببین چیو هپی اندینگ هم میخواد کی یه گاز بزن از روش چجوری گاز اینو به خارجی من بگی یعنی چی من کیوکامبر مثل مصریا به خدمت میکنم واسه آب چی آقا داری میریزه بخور آقا واسه بذار بشونم آقا پدر من دارم میشونم ساکت شو دیگه کی باید شست تمیز بابا شکست خودم بخورم جون بگیرم خدمت کنم کی میخوام کامل بزنم آقا میگه با بخورم بیا گردش کن
ویتامین سی ویتامین سی کینگ برای کتونی آوردم کفش منه کفش برو خیز توشی گرونه بابا پیدا کردم برو بینو بابا کن دیگه تو برو آقا اینقدر کف نریز بابا چیکار میکنی؟ نریز اینقدر این چشم شامپو بده شامپو بده من شامپو رو بده من شامپو رو من سر من سوهیل بیا بالا کینگ دهنو باز کن برو تو برو نه اونه برو بده بابا نریز سیاس داره نریز گناه داره بیا اسم تمیز تو خودتون کینگو بشور بابا رو بشور اسم شامپو تاو آقا اون مای زرشوییه نه اینجا بود بذار منم بیا نرو تو نه واقعا چی کن چی من زن میخوام خوشی بریم سراغ منو چرا کسی نشست ببین آقا بریم سراغ خدمتکاری بعدی بابا آقا بریم بیرون بزن خونم ببین همینو واسط استایل میکنم عشق چه مدلی میخوای تو فقط بگو فقط اومد خوش کنه مدل اول خوشکش کن اول خوش اومده خودشو خوش کنه اینو چی بیا بذار برم پایین‌تر چیکار کردی؟ گذاشت لا دندونش واقعا گذاشتی؟ بیا بذارم لا دندونا چه جوری میخوای؟ اما الان شما باید غمگین مدل موهای خودم میخوای میخواد آتوسا بریز اینجا وایسا آقا دستو بیار آقا همین آقا چیز وایسا دونه میدم به نه بده به خودم دونه میدم به همتون اول تو بیا تو چرا میخوای بخوری اینو بیا مانی بیا محمد بیا نه تو چرا این دست به این زدی چرا موی تو نباید اینو اوکی بکن خب بیا منم موی بیا موی من ریشم چرا زدی این بنیامینیه ببین اینو اینجوری میاری خب پشمای دست من وایسا سوهیل نگاه کن وایسا این جیمی نوترون شد برو سوهیل این خوبه این چیه؟ جوری شدی نه بله آقا میخواد این وری وایسا میخوای یه فرقو پیدا کرده میخوای یه حرکتی کنم اینجا بابا نزن اینو چرا منو زدی بابا دستم اینجا خیس شد چرا منو زدی داداش تو رو هم میزنم من معذرت شما من اشتباه کردم عزیزی موهای منم یه ژل بشین آتوسا رو بده کمه ژل رضا ژل کمه ژل بده داداش کمه کی جای بدی نشسته ژل نداره اصلا آجی خیلی گناه آقا علی خیلی گناه داره تو رو آره بسه من 2 بار رفتم حمام امروز وای سوهیل فیلم مثل جوونیات شده آقا خوبه بس دست من نگاه نکن آقا بریم شام بفرما مثلا چهار آقا بفرما جلو نه آقا بیا بابا بیا کنار دستم بیا کنار کی بلنشه دیگه آقا نه بفرما اوکیه کینگ بزرگ من نوکرم من مخلصم من عاشق عشق زیاد ببین دوستت دارم دورت بگم بفهم آقا کینگ اصلا چرا داری راه میری بیا رو کوله من ببرم نه به خدا آقا ببخشید یه لحظه با تو چرا تو صفی تو با غذا بابا حسین جان تو چرا تو صفی با غذا بدیم این منشه آره به آقا بیرون به همه بیا خدافظ برو بعدی برو بعد قصابتون بیا
من سیخ کردم من خیلی سیخ کردم من سهم دارم تو این سیخا زیاد بدم به این زیاد 3 تا برید آره نکردی امروز یه لحظه امروز ندیدمه امروز چیکار کردی که اینقدر برنج میخوای کیه من زن دارم اگر میشه واسه هم میشم من ازدواج کردم خرج خونه یه تیکه نون واسه آقا جوجه بذار بچه بره بیا برو همه رو باید ببندیم ها امروز ندیدمه واسه این چقدر دیر اومدی حسین اینو زیاد برید تنو با کلور میدی حسین بریز آقا بریز من نمیخورم آقا جوجه برید بیا آقا یه دقیقه وایسا اندازه مرام کینگ برام بریز ولی امروز ندیدم آقا میشه میشه دوتا گوجه واسه ایشون بالا یه دونه گوجه بزرگ بالا میشه بدی بهم بیا دادا برنجم برو دوباره آقا اینو یاد گرفتن همین گوجه گوجه کباب بریم آقا اصلا قرار نیست تکیدون چی میگه یه لحظه خواب داره امروز از جوجه بریز غذا منو میدم آقا آروم استقلال باخت من عصبیم بیا حسام بیا گریه نکن برو به این بده این بشقابا رو خورد عادی آقا تا صفا رعایت نکنه غذا خبری نیست برای این جوجه برید باشه برو دیگه برو قاشقم آوردم آقا این تاره قاشق این تاره این گشتم به تعداد گرسنگان زیاد شده آقا این چیه میگه یه قاشق بریز برای آقا ایشون رژیمه برو بعدی آقا اینا چرا از صبح دوباره دوم برو قاشق منو چرا میبری امروز ندیدم ورزشکاره دست دارم ممنون من نه آقا چه خبره آقا زیاده به همه برسه تهدید میکنم اون تحقیق اصلا کرد باشه آقا الان تو بشقابش رو نگاه کن بشقابش نسبت چرا آقا دست دستان گوش بده گوش اصلا نداریم برو آقا ما مریض داریم خونه اینجا نداریم کنترل کن دیگه نیست من دارم منقل برو عرفان برو بعدی وایسا دست خر کوتاه برو بریز من ندیدم دیدم من برو نفر بعدی آقا نه برو آقا زندانی بنده چهار آقا من نمیخورم فدات شم برسه دیگه برو دیگه اینجا هست برو اعتصاب غذا برو زندانی بنده چند بود عشقی امروز گلیاپوت دیدم با بچه‌ها آروم بده به این بچه فن انگوش موشی خشن 2002 رو رفت برو آقا عشقی دورت بگردم امروز 1000 تا کار کردیم تو برنج بده فعلا به من و محمد آقا نیما تکیدو دوباره میخواد بیاد غذا ببره نگاهشون قابلمه رو برد ماشاءالله میشه جان من غذا خوب بود آقا ببخشید بچه‌ها اگه نرسید من انتخاب نکردم کسایی که میریزن و خودتون انتخاب کرد آقا من بچه‌ها نمیخورم دستت انگشت بده این انگشت نمیخورم گوزه نمیخورم نسنس بخوری ویدیو بود کارش ندارم بابا اونجا جوجه هست ورده بخور استخون چرا نمیخوری یه گوجه گیر کرده تو دهنش از گوجه کردی تو دهنش حسین جا میل شد آقا حسین بچه‌ها مانی داداش مانی مگه میذاره میل مانی
داداشون بشقابه عزیزم. مانی احسان جون ردیفی؟ میره بعدی. نه نوشه جان نوشه جون این با عشق درست شده. قربونت برم بچه در خدمت کسی که پخش کرده هستیم. قبلا شما از ما نگاه مشقاب پر بودش من دیدم. از اینجا من دیدم خوردی کارایی که گفتید و اینا انجام دادن قشنگ. فردا پول سیب زمینی. خدا رو شکر امروز هم به قناعت گذشت. به چی؟ به چی گفته؟ قناعت یعنی چی قناعت؟ معنیشو بگو. یعنی من کم خوردم. کم مصرف کردم. بریم سراغ بعدی ببینیم به اونا رسیده یا نه. اینا نوش کسی جونه. راضی بودن. خب آقا شما راضی بودید از غذاتون؟ قشنگ. آقا تو داری دولاب. آقا نداره. آقا تو داری دولابی میخوری. نداره نوش جون. آقا همه از من حرف میخوام بزنم. کادو بردم. کارتون مورد علاقت. خدمت شما. کی؟ میتونی بکنی. مرسی دمت میتونی لباسشون در بیاری. برقصی. باعث چه؟ برقصی. یه رقص دست بریم. کینگ اومد. بده به کی مخوره. بده به کی. من نخور بابا. وقت انتقام هادی. سویل بیا گشنتشه. نه من نمیخوام. بیا سویل. وای بیا این برسی من بگیری. شلوار من گرون خریده بودم. 350,000 تومان پول اینو داده بودم. کی این کارو کرد؟ همینجا شلوارمو اندازید 350 تومان پولش. نه نکنید. این کارو نکنید. اسپید یوتیوب فارسی. برگرد. شورت. بگیریدشون مادر بگیرشون حساب انتقام تا حاجی بیای نزدیک کشتمه. حسام جان داداش این چه وضعشه؟ گناه داره. خدا کار هادی بود. فدات شم. اینجا رو یه زحمت بکش با بچه‌ها دستی به حسام جان. سوژه کم زدی. کار احمد پلاستیک اینو در بیار شریف توال تورایی شده. بکن قشنگ بکن. ای وای من دست چیز شد. اینجا رو از اون اول ببین از اون اول با هم دیگه تمیز کنید بیاید این. منم یه آقا به منم یه تیمی ریده به ما چه ربطی داره؟ آقا این اصلا تمیز نمیکنه. به من چه ربطی داره؟ بده من حسام این چه کاری بود کردی تو؟ جان من این چه کاری بود که بی جلو این برگرد. این چیه؟ برگرد جانم برگرد. ای وام برگرد یه دسته. حسام برگرد نه گناه. حسام اونوری شو.
شما ما رو آوردی. ما رو آوردی من شما رو بردم اینجا. کی پس آورده اینجا؟ گفتی بیایم اینجا. کینگ ممکنه امروز اصلا تولدم نباشه. راست می تولد تو خورده. دکی تولدتون نبود. این بابک و فلین خواستن ارادت رو کلا من میگم این دوتا رو اخراج ارادت کی تو با ارادت این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ اینا چراغه. الان ما رو آوردی اینجا چیکار کنیم؟ آقا این مسواک قبل خوابه دیگه. الان سه تامون مسواک بزنیم. سه تاتون مسواک. خب یه شما که وایساده نباید مسواک بزنید. شما بیاین بشینید. بشین راست. ما دهنتون رو مسواک میزنیم. کینگ اجازه داره اون جوجه هایی که لای دندونتون گیر کرده رو بخورم؟ داداش نه دیگه اونو من میخوام بخورم. حاجی شما چرا همتون امروز این چیه؟ چراغه؟ بابا بیا دهن خیس وایس. شما بلند نشو. شما بشین. بشین مسواکا خیس. آقا کی بزنه اول من. بابا صفر بیاری جلو. آها. برو. خب چی؟ 5 خب دیگه. 5 برو 6. خب نه اصلا اونقدر سفیده احتیاجی به اصلا لازم نداره برو. واقعا. 3 2 1 یه سوال دو تایی میتونیم بزنیم. بابا ته چپ راست من حالا تو وسط رو بزن. تو وسط. چی شد بریزین تو. نه بریزین تو نس. بیا بابا دهنو بس. من گل دادیم چه گل داد. قشنگ پخش با گل رو بریزین. بابا چی؟ بخورش. کف. تمیز. راضی؟ آقا نیما. مرسی دستمال آقا نیما میاد. کجا مونده؟ درسته. آفرین. بریم چیکار کنیم الان؟ بریم دیگه لالایی رو بزنیم و لالایی کی بخونه برات؟ بچه‌ها نیستن؟ وای بریم لالایی بخونیم برای کی بخونه. بریم. عجب متکای نرمیه. آقا یعنی کینگ دورت بگرم به خاطر خودت رژیم نمیگیرم. خوب و قشنگ و عالی، سوپرمن باحالی، قرمز و زرد و آبی به قدرتت میبالی. یعنی چی آقا؟ اگر نمیتوانی کسی را پیدا کنی که به حرفت گوش کند، با 110 تماس بگیر. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دهقانی بود پرکار، اما سهلنگار. ای بچه با ادب، با دقت و حوصله، همیشه با ناخونگیر ناخونهایت را بگیر. سوپرمن قهرمان همیشه همیشه خوب و قشنگ عالی، سوپرمن آقا بس دیوونم کردی. نمیخواد اصلا من خودم میخونم. چه کنم با دل بی سر و سامان، چه کنم با غم بی پایان، چه کنم من در کوی محبت، شده ام آبری سرگردان. چه کنم با دل بی سر و سامان، چه کنم با دل بی پایان، چه کنم من در کوی محبت، شده ام آبری سرگردان. چه کنم با دل بی سر و سامان،